اینطور تصور کنید که شما از فضا به سیاره‌ای دور رسیدید که هیچ چیز در مورد مردم آنجا نمی‌دانید، فقط می‌بینید که ظاهر آنها شبیه شماست و افرادی هستند که مانند شما سخن می‌گویند. در ابتدا می‌توانید با هم ارتباط برقرار کنید، اما بعد از چند ساعت می‌فهمید که تفاوت‌های بسیاری بین شماست. هرچند که آنها میفهمند که شما چه میگویید، اما بارها و بارها از صحبتهای شما دچار سوء تفاهم میشوند. شما اگر زن باشید، زمانی که با یک مرد برخورد میکنید، 3 انتخاب دارید. انتخاب اولتان این است که از گفته های آنها عصبانی شوید و ناراحت شوید و شروع به غر زدن کنید. که این کار برای مدت کوتاه خوب است، اما برای مدت طولانی خسته کننده می شود. انتخاب دومتان این است که کلاً از این جماعت دوری کنید